در شبکه عربی المستقله آیت الله قزوینی میگوید در مجالس عزاداری به هیچ کدام از صحابه توهین نمی شود. هذا المقام بعنا في جميع المجالس مجالس إقامة الماتم على فاطمة سلام الله عليها لا يشتمون الصحابة ولا يسبون الصحابة إطلاقا. اعتراف آیت الله قزوینی به انتشار بدگویی به مقدسات اهل سنت در مجالس عزاداری شیعیان. که من در جلساتی که سال گذشتم همینجا بود عرض کردم که از یکی از مراجع بزرگوار تقلید که نظرشون برای همه حتی برای دیگر مراجع هم محترم هست، من سوال کردم که آقا نظر شما نسبت به بعضی از این جلساتی که تشکیل میشه در ایران، در قم، تهران و غیره تحت عنوان نمیدونم عید الزهرا و این همه اهانت، فحش، سب، شتم نسبت به بعضی از افراد میشه، یا بعضیا بالای منبر اینطور سب و شتم میکنن، شون فرمود قطعا ائمه علیهم السلام به این راضی نیستن. اما واقع امر چیست؟ بگو الله اکبر، جونم قربون حیدر. بگو الله، دستو بیار بالا، دستو بیار بالا قشنگه. بگو الله اکبر. در تمام آیه قرآن چنین است، تمام آیه قرآن چنین است، تمام حرف یزدان این چنین است. به کوری دو چشم اهل سنت فقط حیدر امیرالمومنین است، فقط حیدر. بی ولایت بی نمازیست، نماز بی ولایت بی نمازیست. تعبد نیست و نوعی حق بازیست، تعبد نیست و نوعی حق بازیست. من ظالم کن به هر بل من عالم کن الهی بالبیان ولعن الله على سیاده وعلى مروان ولعن الله بني أمية قاتل ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر ابن الشهد ولعن الله شمران. به خدا بعضی موقع میبینی که یه اسمای بعضی رو این بچه هاشون میذارن، نمیدونم مرجان و نمیدونم همیرا و اینا، این اسمایی که اسم دشمنای اهل بیته. آی پدر مادر چی داری دون اسم بچه؟ بهترین نام اسم زهراست، اسم فاطمه است. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و آنهایی که به نیکی از آنان پیروی کردند خوشنود شد و آنها نیز از او خوشنود گشتند.
و الله برای آنان باغهایی آماده کرده که نهرها زیر درختانش جاری است و ایشان در بهشت جاودانه خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ.